Sarkarım برادرای خلق تاجیک انا ما 12 روز شد همینجا خوبیم هم تگی نویسته تگی بارون با یک احوال خوبیم کسال داریم پروست پوچک هست زنکی حامله دار زنکی کسال هستن بودموی تمپراتورا گریپ همه احوال خوبیم یگان کس حالومای نمیپرسد یگان کسی نیست که بیادو فرصت که شما چه حال دارید بچه یاش هست پاساس ما فقط تلفن میکنیم امروز پگاه حالی ندیدیم 12 روز بزن ندیدیم ما پاساس کنی پاساس ما بیسای باشیم برام که تویسون اجو تکانان پارتون کشان پارتون چو کنیم ما بچه ها را زده ایستن اینجا این بچه ها تمام زدن سینیک کنن پرافتن چو کنیم ما کی بگم این خوب شتا زدن آخه شاوده این چی گپا پاساس از تلفنش نمیگیره پاساس میگیره دانتون بگیرین همونجا خوره چی گپا ما در کوچه ایستادگی پاساس میگه رایت کار که کجا کار کنیم بچه دیپو کسال بچه دیپو شاسه کسال شاسه خونه کسال دارد پدر و مادرش سرش جیغ زداست اونو رفتنش در کار قزاقستان میگه ما با شما ما با در کار نیم ما رحیم که شده فقط از طرف تویستان یک کس بیاد پاساس را بیاد گفت که اینا من خلق گفتم برایم گفت مرحمت گرد برایم میگه ازبکستان هم میگه که ما دستگیری میکنیم کنی پاساس را بیاد یاردم کند اما در فروکه وارایسا پاساس ازبکستان را آمد امنو را پاساس خود ما هیچ کی نیست انا برادر را گشته نمیتونه دادن این هم توجیک هم بچه زدن هم فکرن آمد زدن ما چی کنه برای ما پلاجانی ما چیکار کنه همه دیپورت شده گرای همه زن گلای فرزند داره خونه برفتن ایده شورا حساس نمی بیاید کاینا ما نکن زنی نخی گپ زدم گکا مقصد گرزدنین توجیکستانی السلام علیکم محترم جناب عالی پیشوای ملت ما در اینجا رئیس قزاقستان در جویرجالی قریب 90 کس در اینجا در ماندیم و احوالی ما رو یگان کس نمیپرسد پاسپورت زنگ میزنیم تلفن رو نمیگیرد تلفن رو بگیرد هم ما پگه میاییم امروز میایم دیگر روز میایم